درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 54. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. می سزد که مرگ سودخور را اثر بهترین ادبیات ملی نامیم. هر کسی که نمونه عجایب اثر ریالیسم سوسیالیستی را دانستن خواهد، بگذار باب آخرین مرگ سودخور را بخواند. اندره ویومسر. حیات و تجربه های ایجادی عینی عبرت بخشند و با وجود آنکه از بین اینتلیجنس کهنه برآمده است، از تمام میراث های ضررناک حیات کهنه دست کشیده کوشش میکند که همیشه پیش رود و در صف پیش باشد. قهرمان های وی هم همین طورند. عبدالسلام دهاتی. شیخ ایرانی. در سالهای 1313 هجری وارد بخارا شده، 5-6 سال در اینجا به کسب و کار مشغول، به ارباب سخن و شعرای بخارا مشهور بود. از تذکیره افضل. لبی یاقوتیت قوت است، قوت می دهد جان را. تو را کین طلعتی ماه است، از ماه است یا آن را. دو گیسوی تو مشکین است، مشک این است دانستم. بهشتی عارضت دیدم، بهشتم خلد و رضوان را. دو گیسوی تو مشکین است، مشک این است دانستم. بهشتی عارضت دیدم، بهشتم خلد و رضوان را. بهشتم یعنی ترک کردم. نیم شیخی سنم، بالله جوانم. شیخ شد نامم، ولی از داغ هجران پیر می سازی جوانان را. قاری هاشم شایخی بخارایی تخمیناً 40 سال عمر دارد، در قید حیات است. از تذکیره محترم. غزل.
برویه آقا اسماعیل منیر کشمیری. شبنم نباشد این همه با چشم ترک من، گلشن کجاست این همه خونین جگر که من. آیینم ز الفتی جوهر گرفت زنگ، یارب کسی مباد چنین معتبر که من. از پنجه تخیلی خورشید آرزی، کی چاک گشته این همه جیبی سحر که من. خالش ز زلف دست تطاول کشوده بیش، نادیده کس مطول از این مختصر که من. تا دیدم جبین و رخش از تهی نقاب، در شب کسی نیافته شمس و قمر که من. بر طوطیان هندی سخن مژده رسان، کز مار طبع ریخته شایق شکر که من. غنچه دلتنگ است تا روی سخنگوی تو دید، خاطری گل هم پریشان گشت تا روی تو دید. زود پنهان شد ز مردم تا نگردد شرمسار، چون مقابل ماه نو با خویش ابروی تو دید. با تو گفتم صاف سازد دعوی حیرانیم، خانه‌اش ویران شود آینه هم روی تو دید. ناله و فریاد قمری گشت بالا جان من، در لب جو یک نظر تا سرو دلجوی تو دید. خواستم چشمش برون آرم به انگشتی ستم، تا رقیبی کور باطین یک نظر سوی تو دید. چون سپند از جای جست و خاک بر سر کرد و مرد، شوخی آتش پاره من شعله تا خوی تو دید. جنت و فردوس را هرگز نمی داند کجاست، شایقی ما تا هوای گلشنی کوی تو دید. باب صاد. میرزا صادق منشی جانداری، تومن بخارا، از شعرای اولهای عصر 13، از تحفة الاحباب.
خواندیم چون سفید و سیاهی کتابی چشم، چون نقطه سریشک ندیدیم بابی چشم. همچون نگه رسد به فلک سروی نالم، این نخل پروریدم از بس به آبی چشم. روشن دلان ز غفلتی همسایه تیره اند، زدق و تمردمک به سیاهی ز خوابی چشم. غافل ز فیض گریه در این بوستان مباش، نخلی امید بار دهد از سحابی چشم. هر دیده که نقد سریشک ز کف نریخت، صادق برا شمار مکن در حسابی چشم. از آن رو بس که سرمشقی تخیل بود در دستم، قلم نازکتر از شاخی رگی گل بود در دستم. نکردم هیچ گه سر از گریبانی طمع بیرون، به حمدالله که دامانی توکل بود در دستم. خوش آن روزی که بودم ساکنی میخانه حسرت، که هر یک آبله یک ساغری مل بود در دستم. گریه از کاری من چون شانه نگشاید پریشانی، سری آشفتگی گردم که کاکل بود در دستم. نگشتم هیچ صادق مشتری جنسی ترقی را، برنگی اشک تا نقدی تنزل بود در دستم. گویند که احاری جاندار وقتی به جهت قحطی آب پیش میرزا صادق آمده التماس نوشتن عریضه‌ای کردند برای طلب آب به امیر زمان. میرزای مذکور به عریضه نوشت: امیدگاها و من الماء کل شیء حی، خصوصا جاندار. نقل است که بار میرزای مذکور با میر عهدش در چهار باغی که به تازگی بنا یافته بود سیر می کردند. میرزا سیب از آن چهار باغ کنده در دست داشت. امیر تاریخ برای چهار باغ مذکور خواهش کرد. میرزا در بدیهه گفت: تاریخ چهار باغ گلگون کردم، سیب ز چهار باغ بیرون کردم. واضح در تحفة الاحباب میرزا صادق را منشی امیر سعید که امیر حیدر است می شمارد. تاریخ چهار باغ مذکور را نیز نقل کرده
به طرز بالا حل می نماید و حال آنکه مدت حکومت امیر سعید از 1215 تا 1242 است. بنابراین به این دو روایت تناقض است، مگر چهارباغ پیش از جلوس امیر حیدر بنا یافته تاریخ به عهد او انشاء شده باشد. مخفی مباد که تمام عدد چهارباغ 1212 است. به اشارت 3 به بیرون کردن به عمل تعمیه 3 به یعنی 6 بیرون شده، باقی 1206 میماند. میرزا صادق منشی صاحب دیوان است. دخمه شاهان نام مثنوی دارد بر وزن شاهنامه. در این کتاب پادشاهان آخری بخارا را از قبر سخن می کناند. هر کدام ترجمه حال خود را خود حکایت می کند. شایان دیدن است. نمونه از دخمه شاهان. ابوالفیض خان می گوید به طریق انتخاب: منم شاه ابوالفیض ملک بخار، پدر تا پدر خسروی تاجدار. مرا مادری دهر روزی که زاد، دری عیش و عشرت برویم کشاد. نشاندند در مهد همچون سریر، به کامم شکر ریخته جای شیر. دوم باره بر تخت شاهی نشاند، به فرقم خزاین دنیا فشاند. نگین سلیمان به نامم رسید، پریزاد دنیا به کامم رسید. زمین سبزه وقتی سوارم دماند، فلک شیشه ها در رکابم دواند. مغنی کنیزان نازک نهال، که هر یک مصفا چو آبی زلال. یکی چنگ در چنگ و دیگر رباب، به کف دیگری را دفی آفتاب. یکی شوخی بدمست با کیف می، بلالی لبی شکرین کردنی. یکی داد تنبور را گوشمال، که از دست من پیش شاهم منال. چنین گفت تنبور: ای ظلمگر، چرا میزنی زخم من در جگر؟ به ناخن دلم خون فشان می کنی، مرا باز من از فغان می کنی.
در اینجا شاعر تمامی نام‌های 6 مقام و شعبه‌های او را مع آلات موسیقی که در ماوراء النهر معمول است یاد می‌کند. نشستند خاموش اهلی طرب، نیوچند گشتند بی دست و لب. به گلزاری ابکار کردم گذر، شدم همچو بادی سحر پرده در. ز تنگی لبی غنچه آن ارم، زدی طعنی وسعت به شق قلم. کشیدم در آغوش خود بی حجاب، می شاهدان بر رخ آفتاب. 40 سال بودم شهی ملک عیش، گذشتم از آن بحر با فلک عیش. کشیدم می عیش دریای عمر، تهی گشت جامم ز صهبای عمر. اجل راند شبدیز خون بر سرم، ز پا رفت تخت و ز سر افسرم. چو شاهین اقبالم از دست جست، سیه زاغ ادبارم آمد به دست. صباحی ز خورشید انورترم، سیه شامی دیجور شد بر سرم. کسانی که عزت ز من یافتند، به یک بارگی روز من تافتند. جزی ناید از دست اهلی هوس، بلی شام آید نماند مگس. چو آیینه حیران براه آمدم، پریشان تر از دود آه آمدم. دویدم به هر کوچه از تاب و تب، ز لب تشنگی جانم آمد به لب. اجل نوش گفت از لبی نهری تیغ، دمی آب از تو ندارم دریغ. بیا تا به میری عرب راه بر، نما اندر آنجا لبی خویش تر. معلوم است که ابوالفیض خان از دست رحیم خان منقیط در مدرسه میری عرب کشته شده است. شاعر از زبان ابوالفیض همین واقعه را تصویر می کند. بیا تا به میری عرب راه بر، نما اندر آنجا لبی خویش تر. خرامان شدم ملک را کرده ترک، سوی مدرسه بهر تحصیل مرگ. قضا دفتری مرگ پیشم کشود، که بسم اللهش تیغ خونریز بود. به اوراق او چون فکندم نظر، معلم چنین گفت ای بی خبر. نباشد در آن سطرها مدعا، بجز نسخه سرگذشت فنا. حد موزونت که از تو
مثال افتاده است. باغ خوبی را نهاده بر کمال افتاده است. قد موزونت که از تو با مثال افتاده است. باغ خوبی را نهاده بر کمال افتاده است. معجزه روی تو را لازم که از ابرای رو محترم در یک مکان بدر و هلال افتاده است. محترم در یک مکان بدر و هلال افتاده است. محترم در یک مکان بدر و هلال افتاده است. آن میان از ناز که هرگز نیاید در خیال، دل در این اندیشه با چندین خیال افتاده است. آن میان از ناز که هرگز نیاید در خیال، دل در این اندیشه با چندین خیال افتاده است. دل در این اندیشه با چندین خیال افتاده است. دل در این اندیشه با چندین خیال افتاده است. مست سازد تلخکامان را به یک رمزی سخن، لعل میدونت عجب شیرین مقال افتاده است. مرحمت کن پرس حالش را که از درد و غمت، عینی بیچاره از حال به حال افتاده است. عینی بیچاره از حال به حال افتاده است. عینی بیچاره از حال به حال افتاده است. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 54 رو از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.